رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی افطار میکرد چنین میگفت: پروردگارا، برای تو روزه گرفتم و از رزق داده‌ات افطار نمودم و از من آن را قبول نما به درستی که تو شنوا و دانایی. هنگام افطار کردن دعا نمودن سنت است، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام افطار دعا نموده می گفت: پروردگارا، برای تو روزه گرفتم و از رزق داده‌ات افطار نمودم و از من آن را قبول نما به درستی که تو شنوا و دانایی. جایگاه نیت اصلا قلب است، اما حکمت به زبان ذکر نمودن برای جمع فکر و اندیشه بسیار موافق می باشد. پس در وقت افطار نمودن دعا را فراموش نکنیم که این وقت قبول دعا هاست. وبصومه نرقى الجنان رمضان أهلا بك رمضان أهلا بك.